خب طبق بررسی میدانی که درباره کلاهبرداری موبایل کوروش یا کوروش کمپانی انجام شده، چون تقریبا 200,000 شاکی خصوصی داره که از هر کدوم مبلغ بین 20 میلیون تومان تا 26 میلیون تومان دریافت کرده. من میانگین عدد رو 23 میلیون تومان میگیرم. پس ضرب در 23 میلیون میکنم. میشه یک عدد فضایی 4600 میلیارد تومان. یعنی امیرحسین 27 ساله الان 4600 میلیارد تومان سرمایه داره. بیایید کار جالب تر بکنیم. در نظر بگیریم که ایشون از الان 50 سال دیگه عمر کنه. خب و هر سالم که 365 روزه. پس من تقسیم بر 50 میکنم و تقسیم بر 365 روز. جالبه. اگه از الان تا 50 سال دیگه هر روز 252 میلیون تومان خرج کنه، بازم پولش تموم نمیشه. این پست رو واسه بقیه بفرستید تا آگاه بشن. راستی نحوه شکایت و دادخواست رو هم رایگان امروز تو همین صفحه میذارم براتون.